با باقی ماندهش قطعه که در خانه هستم جمعه آینده اگر که نماز خوانیم براتون جواب خواهیم داد. خب در آخر یک چیزی که در مجلس این سحر گذشته براتون بیان میکنم. تمام توی‌ها مرد فقط در دوره اویله گذرانده شود. مکتب به نقاب رفتن قطعیاً مخ. سیو زمین ها این نزد خانگی در حتما نظارت کرده شود از طرف جماعت و از طرف حکومت دولتی که در چه حالت قرار دارد، یعنی که به حالت سانیتری جوابگویند یا نیستند زمین های حولی مردم با گرد اطراف خانه‌دارشان. خب چاره‌بینی های سیاسی همشان منع، از آن جمله بوفکشی منع، آش نهار منع، افطار منع، عید منع، حج منع، تراویح با ختم قرآن عظیم شان منع، حالت فوق‌العاده در تمام جمهوری اعلام کرده شود و در برابرش از پگاه تمام مسجدها نماز خواندن و جماعت برپا کردن خواه 5 لحظه خواه غیر 5 لحظه برادران گرامی منع. انا برادران گرامی چه خداوند محروم بگردونه. به قدر اینه رسیدی نماز بریا خوندی در مسجد ساعت 2 آمدی انا که برای در خانت خوره نه جمعه خوندی نه جماعات فقط مردم بر کردی برای در خانت خوره. پروردگار رو به درگاه بی‌نیاز دارم. خداوند در این ماه رمضان در ماه گذشته کسانی بودن که در تراویح نبودن گفتن ماه سال آینده میخوانیمش. یک قسمتش مرده رفت، قسمت دیگر روش زنده رهی که این سال تراویح دیگر در خوابش میبینه در مسجد. کسانی از ختمها گرفتن در سالهای گذشته گفتن این ختمها درازه برادر که برای قطیزان کدام سوره را میخوانی خواندن بگی بخونم. پروردگار را محروم نگردان بندگان را از خانه خدا. خداوند تمام بیماری ها و مشکلات را از بین مردم برداشته بگردان. مسلمان ها را از دیدار همدیگر پروردگار را ناامید نگردان. مسافرها را ساق سلامت با تن صحت که امروز دیگر پدر و مادر اونها در فکر مال اونها هست نه در فکر پول اونها هست، فقط سلامتی فرزند ها میخواهد. پروردگار ساق سلامت برگردان. خداوند از این عذاب مسلمان ها را در امان نگه دار. پروردگار بندگانت که به امید آن بودن که ماه رمضان میآید نماز خوان میشوند در مسجد عبادت میکنند. خداوند که این سال از مسجد از عبادت محروم گرداندی، پروردگار مسجدها را در هوش کشاده بگردان و خداوند این وطن ما را از تمام این بیماری ها و از این امراض که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاشون گفته بودن اللهم اینی اعوذ بک، پروردگار را به تو پناه میبرم از درد و رنج‌هایی که توابت نمی‌آورد. خداوند را نگهبان باش. پروردگار را به امید خانه‌ها را یک ماه پیش تلفن کردیم و اونها را خبردار کردیم که تیارگی خوبی نیست این سال در مسجدها ختم می‌گذاریم. پروردگار از این امید ما کردیم. تو احتیاج به عبادت ما نداری، ما احتیاج به عبادت تو داریم. خداوند از این عبادت های بزرگ ما را محروم نگردانی. اینها خوب میدانی که تا جمعه دیگر تا رمضان چی میشود. پروردگار را به فضل و کرمت یا الله از پیر و جوانها از زن و مردهای ما را خداوند کریم رحیم در راه صراط مستقیم هدایت فرما و این بیماری ها و این عذاب ها را خداوند سبب هدایت ما قرار میده و سبب استغفار ما قرار میده. پروردگار از اون لذتی که در ماه مبارک رمضان میبردیم از اون محروم ما گردانیدی. خداوند با فضل و کرامت از رحمتت محروم ما نگردان و در عذابت گرفتار ما نکن. اللهم صل علی محمد فی الاولین والآخرین و فی الملائ الاعلی الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار از این التجا دارم که جنازه برادرها را یا جنازه ما را به سبب این بیماری‌های توبه نشانده خداوند در بین مردم قرار نده. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. همگی برادران گرامی وظیفه‌دار هستم که دعا کنند و هر چیزی که
در خیر احسان‌های میکنند انشاءالله در خیرها بستن نشده است. و برادران گرامی در آخر همین قدر گفتنی هستم که شاید جمعه دیگر هم دیگر نمیبینیم که ماه مبارک رمضان است. برای همه شما این ماه مبارک رمضان تبریک و تحیات بگویم و پروردگار عظیم الشأن بازم دعا میکنم که خداوند کریم رحیم با رحمت خویش با برکت این سایه افکندن این ماه مبارک رمضان تمام مردم جمهوری ما را از این بیماری و از این مشکلات خداوند در حفظ و امانتش نگه می‌داره برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.